مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشه. اما قصدم که در برنامه پشت پرده یه افشاگری ریز، یه چوس نرم از بغل راجع به محمد رضا گلزار داشته باشیم که قبلا هم من راجع به این شخص افشاگری زیاد کردم. یه مصاحبه‌ای رو جدیداً انجام داده با این تیتر که سکوت محمد رضا گلزار بعد از 1.5 سال و 2 سال شکسته شد و ایشون پرده از یک سری حقایق و پشت پرده ها برداشتن. سلطان شعبه پشت پردهش به ما میخوره، خواستم در جریان قرارتون بدم. و اینکه یه سری صحبت ها کرده، نمیدونم من سلبریتی ام و من نمیدونم 25 سال رو بیلبوردم و حرفه‌ای زندگی میکنم و سالم زندگی میکنم. من میخوام راجع به این قضايا صحبت بکنم و نمیدونم یه جریانی اون پشت هستن که میخوام منو گلزار کسی پوشیده نیست. شما لابی هایی که توی نهادهای امنیتی دارید و آدم های پرنفوذی که داخل اون سیستم حاکمیت هستن و دارن برای شما لابی میزنن که به شما آنتن بدن، وگرنه شما همون کسی بودی که ارتباط داشتی با یک زن شوهردار، اون زنی که شوهرش سردار سپاه بود، بعد شما مجبور شدی ایران رو ترک کنی بری دبی زندگی بکنی. توی دبی هم مشروبات الکلی خورده بودی، چیشو خورده بودی، گرفتنت، زنگ زدن به علی کریمی توی دبی سفارش کرد، شما رو بازداشت نکردن، یه چند مدتی اونجا بودی. بعدش هم ارتباط شما با آدمای مختلف، حالا دیگه الان زنگ گرفتی و ازدواج کردی و اینا. این صحبتایی که داری میکنی دیگه شعبش حداقل به خودت خیلی میخوره و این اسمش تخریب نیست. چون وقتی یکی مثل امین فری میاد صحبت میکنه یا امثال امین فری میاد صحبت میکنه، چرا یه دفعه میخوام تخریب بکنیم؟ این آدم نه پول منو خورده، نه مال منو خورده، نه دشمنی. من هر جا ببینمش تو خیابون بهش سلام میکنم. اما گفتن واقعیت چیزیه که نباید سانسور بشه. شما همون کسی بودی آقای گلزار که خودتو چسبوندی به مدافعین حرم و نمیدونم این افراد و گفتین که من ذکر میگم و یادت رفته مگه؟ سوراخو پیدا کردی و رفتی جلو و تشنه دیده شدن بودی. شما فکر نکن که کسی میاد راجع به شما صحبت میکنه اون تشنه دیده شدنه. نه، شما قدیم بودی، زمانی که توی آریان بودی همه عوامل کنسرت میمدن رو استیج، شما نفر آخر وارد استیج میشدی که همه برات دست بزنن بگن واو گلزار اومد و اینا. که البته آقای رجبپور هم مصاحبه کرد. اما من یه تیکایی از مصاحبه ایشون رو در آوردم و البته اگر دوست داشته باشید میتونید برید نسخه کامل مصاحبهش رو ببینید که فردا نیاد بگید که آقا یه تیکش جدا کرده گذاشته یه تیکه از مصاحبه. برید خودتون کامل مصاحبه رو ببینید و خودشیفتگی رو، خودچسپنداری اصطلاحاً رو ببینید. آقا شما یه آدم سلبریتی هستی آقای گلزار، یه مقداری پایین‌تر بیا، یه مقداری. البته مصاحبه‌ای که شما کرده بودی که 1800% هماهنگ شده بود. یعنی همه کسایی هم که شما رو میشناسن میدونن که شما قبلا با حمید فرانی رو پشمک تی پلاس مصاحبه میکردی، بعد فهمیدی که اون داره پشت سر حرف میزنه، البته از چنگایم تبریک میگی، شل کردی اومدی رفتی با این آقا مصاحبه کردی. مصاحبه که هماهنگ شده، سلام که هماهنگ شده، جوابا هم به قول خودت یه تیم داشتی، گفتی یه جوابایی بدم خفن در حد سوپر استار. عشق این جمله سوپر استار هم داری. ببینیم که داستان چقدر هستش. منم یه پیام برام اومد از یه شخص خیلی مهم در لحظه ضبط این. ببینیم. یه سوال از من خیلی میپرسن رضا در مورد اخلاقیاتت، میگن خیلی بد اخلاق، خیلی خودشو میگیره. این هم جزء اون دستکاری‌های فضای مجازیه، یعنی یک ارگان سازمان یافته‌ای تلاش در تخریب چهره اشخاص میکنه در فضای مجازی. آقای گلزار، شما زمانی که داشتی پانتولیگو ضبط میکردی فقط فکت به خودت میدم و اون آدمایی که تو رو از نزدیک ساختن. شما میگی عملیات سازمان یافته شما رو تخریب بکنن، آدما رو میآوردن برای ضبط پانتولیگ، یه اخلاق بد زشت زننده باهاشون داشت. فکر نکنید جلوی دوربین میاد اینجوری شیک صحبت میکنه. بعد برید این آدما، برید شما سلبریتی ها رو بعد برید در نزدیک ببینید، اخلاقشون رو بعد از نزدیک ببینید. همین که من میگم اینجوریه، چون جلوی دوربین میاد میگه
مسخره میکنه تیکه میندازه، موقعی که کات میکنن بعد اخلاقش رو ببینید. 100 تا تماشاچی توی سالن دعوت میکردن، ساندویچای مونده سرد و کیک و ساندیس بهشون میدادن، 10 ساعت تو استودیو، بعد از اونم رفتارهای زشت و زننده. اینو من نمیگم ها، شرکت کنندهایی که اومده بودن توی مسابقات دارن اینو میگن و نزدیکانت و آدمایی که تو دبی باد رفیقن اونا میگن. این هم یکی از اوناست. تو نظر واقعی تو راجع به من بگو. نظر واقعی به روباه میگن شاهدت که بود دومم. خیلی رفیقی، خیلی کولی، چجوری چیزایی که من میبینم لااقل این شکلیه که خیلی آدم بازو و نسبت بقیه هم همین شکلی دیدم. ما هر وقت با هم میریم بیرون. گلزار شکایتی هم که میدونید معروفه دیگه دوستان. به گلزار شکایتی اصلا رتبه 1 رو داره با اختلاف فاحش، یعنی کافی یه نفر ازش انتقاد بکنه تا خشتک میره ازش شکایت میکنه، دهنش رو سرویس میکنه، بهش میگن گلزار شکایتی. یعنی بین آیه گلزار، بین اهالی سینما، به من حقیقت رو بهت میگم، میگن دشمن اونیه که پشت درف بزنه، میگن دشمن اونیه که ازت تعریف بکنه. جمله سنگین. دشمن اونیه که ازت تعریف بکنه، رفیق اونیه که ازت انتقاد بکنه. جملات فلسفی کتاب اینام شنیدم زیاد میخونینم، برو روش تکن. یا اصلا یه تیکه از مصاحبه شما بشنوید. 24 سال من رو بیلبوردم. 24 ساله از خیلی چیزا زدم که رو بیلبوردم. 47 سالمه. خب دکتر به شما بگم، میگه که من 24 سال رو بیلبوردم از خیلی چیزا زدم. از اون طبیعیه. شما باید یه زندگی معمولی داشته باشی یا زندگی سلبریتی گونه. شما 24 سال رو بیلبورد نیستی. 4-5 سال رو بیلبوردی، از صدق سر مهدی رسایی و دیجیلند و زمانی که شما هیچ فیلم سینمایی پیشنهاد نمیشد، اون موقع به شما 20 میلیارد داد، از 10 میلیارد شروع کرد شد 20 میلیارد، شما رو کرد اسپانسر دیجیلند و رفتی مغازه افتتاح کردی و اینا. کار بهت نمیدادن، تو دبی هم بودی. به دلیل اینکه یه سری کارا انجام میدادی دیگه. حالا نمیدونم چرا اینجوری شد دماغم و اینا دستم اینا. خب خودت هم اینو خوب میدونی. 24 سال شما رو بیلبورد نبودی، شما اصلا یه مدتی از ایران فرار کرده بودی، پرونده برات درست کرده بودن، نهادهای امنیتی اطلاعات و جای مختلف شما رو بردن خشتک تو پاپیون کردن، مهناز افشار رو بردن، تو رو هم بردن، من از افشار اصلا مصاحبه کرد، گفت اصلا من فیلم گرفتن، خودش اصلا گفت مثلا ما رابطه داشت، حالا خودش ربط داره. اون که دیگه علنی اومد گفت 90% این سلبریتی که الان آنتن بهشون دادن یه دور پیچاشون رو صفر کردن تو نهادهای امنیتی، ازشون آتو دارن. بعد تو میگی من 24 سال رو بیلبوردم، دمت هم گرم. اگه حرفه‌ای هم زندگی کردی، شما کار شاقی انجام ندادی، باید اینجوری زندگی میکردی. یه نفر 22 ساله بیاد با من ورزش کن. اون تایمایی که من کار کردم خیلی هاشو خواب بودید داداش من. شما یک نفر دیگری به من مثال بزن، بگو رضا یکی دیگه هم هست اسکی با بچهای تیم ملی اسکی میکنه، والیبال در حد ملی بازی میکنه، بسکتبالیسته، چند تا سازو در حد نرمال میزنه، نمیگم فوق حرفه‌ای، گیتار بلد. از هر آدم سلبریتی شما تو ایران ببینی، حالا تو خودتو میبینی، من 10 تا میتونم برای شما مثال بزنم که اینا میرن با آدمای حرفه‌ای هم ساز میزنن، هم ورزش میکنن، همه کار انجام میدن. دلیل بر این نمیشه که تو فقط حالا تو یه مقدار، ببین این منیت کردن بده، میدونید این منیت کردن است که داشتم به دوربین 2 نگاه میکنم، نمیدونم چرا دوربین 2 خاموش، حواسم به دوربین 2 تا دوربین بغل هم. بعد این داستان هست. این منیت کردن عجیب و غریبه و این منیت کردن است که آدم ها رو منفور میکنه. حال توجه شما آیه بلده، پرکاشن بلده، درامز میزنه، کیبورد میزنه، مهندس مکانیک زبان انگلیسی مسلط حرف میزنه. اینا رو من اگر نمیام راجبش حرف بزنم عادی شده. هی فکر میکنن رضا گلزار پولدار آهنگ میخونه. رضا گلزار که پولدار نبوده که عزیز من. ما با گرفتاری من اومدم از سن 18 سالگی بیرون، یعنی من زیر صفر بودم، وضعیت مالی پدرم به هم ریخته، منفی شدیم، نه که به هم ریخته معمولی، منفی شدیم، بعد چک پاس میکردیم.
من از اونجا اون کارا رو کردم، رسیدم گروه آریان 23 سالگی، سامان نرگس 23 سالگی، ساختم زندگی. مخاطب داره که کنسرت های من پر میشه دیگه. آخ راجع به کنسرت، اما که زندگی تو ساختی دمت گرم. اون بدیه رو میگیم، خوبی هم میگیم دیگه. دمت هم گرم که تو زندگی تلاش کردی، رفتی بالا، حالا خوشگل بودی، قیافه داشتی، نون خوشگلی تو خوردی، به قول آقای فراستی که حالا من اونم مثلا توی لیگ دیگه دیونه است، ولی دیگه نون خوشگلی تو خوردی، رفتی بالا دیگه. کنسرت هم باحاله. تو کنسرت گلزار که خوش میدونه صدا نداره، خودش هم بعد میگه تو سال جدید ما که تو 6 ماه اخیر ما 5-6 تا آهنگ دادیم بیرون. دخترا به خاطر گلزار میان در و دافع خوشگلا، پسرا به خاطر دخترا میان، میگن بریم کنسرت گلزار، مخ این دخترا رو بزنیم، یه داله چیز مخ بزنیم ببریم دیگه. گلزار که نمیرسه همه رو جمع کنه، بر تتلو که نیست که. گلزار هم فکر میکنه این جمعیت همه برای خودش میان، بعد آهنگ میخونه مسخره. ببین ما خاکمون کسخل خیزه، این که برای کسی پوشیده نیست. شما هر چقدر تو فضای مجازی رکیکتر، بی لولتر، اسکلتر، شسمیختر، خنگتر، بی آبروتر، بی خانواده تر، بی هویت تر، لختر، بازتر، بی شرفتر باشی، مخاطب بیشتری میگیری. شما تو فضای مجازی حرف رکیک بزن، چون تو لخ کن، لباس در بیار، ببین چقدر مخاطب میگیری. آقا واقعیت مبتذل بودن در مدیای ایرانی، در سوشیال مدیای ایرانی بیننده داره، بخوای یا نخواید. قابل توجه آدمای متفکر رو تحصیل کرده، نه اینطوری نیست، بشین بابا، بشین سر بزن ببین چجوری فالوور گرفتن. پس بیننده داشتن دلیل بر خوش صدا بودن نیست آقای گلزار. من امین فردینم نمیتونم بگم منی که این همه بیننده دارم طرفدارم. من نه، خیلی هم متنفرن از من، مثلا نمیخوان سر بتنم، ببین فوش هم میدن. طبیعیه، مثلا نمیتونم این ادعا رو به خودم بکنم. ویدیو میزنم 10 میلیون نفر، 15 میلیون نفر تو اینستاگرام، 7-8 میلیون نفر آدم میبینن. ولی آیا 7-8 میلیون نفر آدم ویدیو منو میبینن دلیل بر اینکه 7-8 میلیون نفر منو قبول دارن؟ آیا اون 7-8 میلیون نفر منو دوست دارن؟ این نمیتونه فکت خوبی باشه. ولی ایشون این مخاطب رو که میبینه فکر میکنه که دوستش دارن. خب بریم راجع به آهنگاش چی میگه. آخرین بخش فیدبک هم در مورد آهنگات. درسته، تو خراب کردی همه چیز. خیلی باهاش دیدم شوخی میکنن، خیلی باحال بود. من کیف کردم. تا یه جای اندکش کار خود تیم ما بوده. کار خود تیم ما بوده، یعنی تیممون یعنی هرچند میگه تیم ما بوده، یاد تیم پشت پرده میافتیم. یه جای اندک دیگه ایش هم کار تیم خودشون نبوده. خب یعنی یه 99.99% مردم مسخره کردن وایرال شده، 1% تیم خودش بوده 4 تا استوری گذاشتن قربون صدقه گلزار، ما بدون گلزار نمیتونیم. اونا طرفدارشن، فناشن. خب یه جایش هم یعنی از این کارا هم میکنه تیمتون؟ باهوشه دیگه، تیم ما همه کار میکنه. کارهای مختلف، نمیگم همش کار ما بوده، به هر حال یه سری هم اومدن باش شوخی کردن، خودم خیلی دوست داشتم. طرف مدیر برنامه‌اش یه سری پوستر برای طرفدارا میزنه، یه سری پوستر برای هیترا میزنه. جان میگه یه سری پوستر میزنه برای طرفدار. آقا تو یه دونه مدیر، تو میگی یه نفر نشونه ما بده که ورزش میکنه، تو یه دونه مدیر برنامه به من نشون بده. من 99% خواننده ایرانی میشناسم بچه، با 99%شون هم نشستم و بلند شدم. همه اون خواننده‌ای که تو ایران کنسرت میذارن، میگم 99% منیجرای خواننده رو من میشناسم. از آقای محسن رجبپور بگیر، از منوچهر حسنی بگیر، محسن رجبپور که منیجر یادم رفت اسم خواننده هاشو که آخرین بارم با آرمین زارعی بود، از منوچهر حسنی که منیجر مسعود صادقلو، رضا خانزاده که منیجر مجید رضوی، اشکان جان که منیجر ناصر زینعلیه. همشون رو میشناسم، همشون هم فالو دارم و خیلی از خواننده. اینجا به خواننده ها میان اینجا بابا دیگه ما هستیم تو کنسرتاشون، میگیم آقا یه ویدیو با هم بزن. ندادش من برم ایران برام بد میشه. بابا همه میدونن دیگه تو با ما رفیقی دیگه، آقا دیگه
چی داره این قضیه؟ مثلا چی میترسن؟ میگه مثلا من نه دیگه، من اگه با تو عکس بذارم و اینا استوری بکنم دیگه کسا به من دخترها به من رابطه برقرار نمیکنن. طرز تفکر شما ببین تو تاش بخون دیگه. من میگم آقا باشه که پدرت هستم، شما راست میگی. مثلا مردم دیوونه مثلا ببینم این هم من حالا این چند تا میلاد ماهان راد منیجر ددان و علی یاسینی و کسای دیگه، من از علی یاسینی انتقاد میکنم اما مدیر برنامه‌اشو میشناسم. رفاقت من دلیل بر این نمیشه که از اون آدم افشاگری نکنم. نمیدونم آقای رضا خانزاده گفتم اون منیجر خیلی از خواننده، منیجر محسن یگانه، نمیدونم منیجر خیلی دیگه از خواننده ها، گرشا رضایی، نمیدونم داداشش که الان منیجرشه، نمیدونم علیرضا تلیسچی، خیلی از خواننده ها ولی من ببینم انتقاد میکنم، تعارفم با کسی ندارم. چون کار من اصلا این ارتباط گرفتن است دیگه. شما یه جراحو نمیتونی بری بهش بگی تو حق نداری قاتل رو جراحی بکنی، کارشه بعد انجام بده. منم کارم ارتباط گرفتم با آدم هاست. بگذاریم. آقای گلزار هم همینه، میگه که یه سری از این انتقادا سازمان یافته بوده، بعد میگه پوستر میزنن برای هیترها. آقا من همه منیجرها کدوم یکیتون پوستر زدید برای هیترها؟ یارو شیشه میزنه بخواد این کارو بکنه برای هیتراش، یه کاری میکنه هیتراش کمتر بشن. دیوونه اید شما همچین حرفایی میزنید؟ نه اونا هم میخرن دیگه، همه میخرن. مثلا شما فکر کن هیتره بره پوستر بزنه بعد روش بنویسه که مثلا رضا گلزار فالشخون. اولا تو که خودت چوب میکنی تو آستینش، نمیذاری که همچین پوستری چاپ بشه. دوما اینکه اصلا مجوز نمیدن که هیتر بیاد پوستو بزنه. بعد سوما اون آدم اسکلی که هیتر تو باشه بره همچین پوستری رو بخره، اون قطعا شیشه میزنه یا موادهای جدیدتر میزنه. خب یه حرف. بعد مگه الان تو این دور زمانه پوستر میخرن؟ همه تو خونهشون پرینتر دارن بخوام عکسی کم چاپ بکنن، خوشون چاپ. پوستر سلبریتی ها ایران کی میزنه تو خونش؟ اگه میزنید دمتون گرم. البته دیدم عکسا اینا رو مثلا چاپ میکنن و اینا. اصلا شما برید مثلا تو خرازی بود کجای تو ایران، آقا داشت پوستر گلزار داری. من مثل قدیما بود راننده کامیونا عکس این زنا رو میزدن تو در ماشین، جوراب پارت چیزا مثلا از این بلندا داشتن، پریزی هم بود چی بود، عکساشون رو میذاشتن رو در ماشین. جوراب راننده کامیونی معروف شده. عکس سر دیوید بود، نمیدونم آشواریا بود، خواننده هندی بازیگر هندی رو میزدن، شاهرخ خان رو میزدن. هم میبینن، هم شنیدن این ترک. به نظر من آره دیگه، ویو تو پیج من میتونی ببینی که چقدر بازخورد داشته، چقدر بازتاب داشته و از کنسرتی که ما در آینده داریم. یا ابوالفضل کنسرت هم بذاره. ببینید سلبریتی مملکت به قول خودش میگه من درس خوندم تحصیل کرده هستم. شما نگاه بکنید این آدم میاد و فکتشو میذاره ویویی که اتفاق افتاده. یعنی یه سلبریتی که حالا به قول خوش تحصیل کرده است، مدرک تحصیلیت هم که ما تایش قبلا در آورده بودیم ولی افشایی کردن. ببین چقدر دنیای این آدم ها کوچیک. یاد اون جمله دنیای بدون گلزار افتادم. بعد جدیدن هم میخواد کنسرت بذاره. پشمام چی میخواد بگه؟ سال جدید متوجه خواهی شد چقدر مردم واقعی استقبال کردن. کنسرتت فروردینه گفتی؟ اواخر فروردین. قشنگ مصاحبه هم که کنسرت فروردینه دیگه. قشنگ میخوام یه تبلیغ برنامه‌ریزی می‌کنیم 4 ساعت تهران. خیلی قشنگ تبلیغ ریزو کرد 4 ساعت تهران که دوستان تشریف بیارن. خیلی شیک و مجلسی به این میگن تبلیغ نرم از بغل. دوستان خواستم بدونید حالا مفتش هم اینجا برده دیگه. حالا ما انتقاد ازت کردیم حداقل تبلیغ مفتم بشه برات. برن دوستان کنسرتت خراب کرد فعال شو. اصلا تیتراژ برنامه‌ام تویی گلزار، اینقدر فالش خوندی. حالا دیگه دیدم دیگه چند وقت پیشم دیدم مهراد جمعم برات تنظیم زده بود، دو سه تا آهنگ تو استوری هم کرده بود. ان شاءالله موفق باشی اینا. ولی حرف از زندگی سالم و بیلبورد و نمیدونم ورزش و اینا میزنی، مرغ پخته توی یخچالم خندش میگیره. چون رفیقای نزدیک تو میدونن که تو چی میزنی، میدونم عشق و محبت میزنی، ولی خب خواستم در جریان قرارت بدم که بدونی که ما میدونیم داستان از جریان. اخلاقت هم روز عروسیت هم بر کسی پوشیده نیست. چون بدرفتاریایی کردی، رفیق صمیمی خودت باید قهر کرد تو کنسرت، میگم تو کنسرت تو عروسیت
ول کرد رفت، رفیقاشون چند تا از اون رفیقای نزدیک اومدن به من گفتن در صورت اون موفق باشی تو زندگیت و راه درست رو بری. خیلی مخلصیم، دوستم شما نظرتون رو بگید و یه مصاحبه کرد. تیکه‌های جدیدش هم اگه اومد بیرون قسمت دوم سومش من براتون استوری خواهم کرد و حالا ویدیوشو ضبط خواهم کرد. خیلی مخلص.